دیگه برای ساخت فریم پنجره تو ساختمونت هزینه‌ای پرداخت نکن. اگر والپست رو به صورت اصولی و استاندارد استفاده کنی برای بازشوهای پنجره، شما میتونی از همین وادار انتهایی که کنار دوتا پنجره استفاده میکنی به همراه نل درگاه و وادار تحتانیش به عنوان فریم پنجره هم ازش استفاده کنی. این قضیه توی ساختمون تو هزینه والپست 30% به شما کاهش هزینه میده. حالا میپرسید چطوری؟ الان شما برای یه ساختمون 10 واحدی تقریبا حدود 200 میلیون تا 250 میلیون تومان باید والپست بخری. حالا چقدر باید پول بدی برای فریم پنجره؟ برای یه ساختمون 10 واحدی حدود 70 میلیون به صورت میانگین به نسبت پنجره‌های نرمالی که توی ساختمون‌ها وجود دارن باید هزینه فریم پنجره بدی. 70 میلیون حدود 30% مبلغ والپست میشه. پس دیگه برای ساخت فریم پنجره تو ساختمونت هزینه نکن. اجرای اصولی والپست دیگه فریم پنجره نساز.